مأموریت غیر ممکن، روز شمار مرگ، بخش اول، دوبله شده در استودیو کوالیما. این با صدا بریم یه بریم بگیریمش. خوبه بگیره. موتورخانه حرکت 752 بریم از 752. کی انتخابت کرده؟ آروم آروم. کی انتخابت کرده؟ براوو اکو. یک نه هنوز زوده. پرسیدن سوال امنیتی یادت رفت. ها این حالتاشو کامل میخواد. اونجا میخواد، از اونجا که میچسبه بهش داره دیالوگ میگه. وای چقدر این پیر شده ایمانی. این که ما جوان موندیم. 60 بریم. من اخراج شدم. نمیتونستن خطر ملاقات حضوری رو به جون بخرن. تمام ارتباطاتمون نمیشه با قاطعیت گفت که کار این تیتی بوده. حدس میزنیم برای پیدا کردن دوستت راهی صحرای عربستان شدن. جایزه بگیرا رو پیدا کنی، تومه رو پیدا کردی. مأموریتی که باید تصمیم بگیری قبولش کنی، پیدا کردن اون کلید و تحویلش به ماست. اینکه بعد از این ماجرا چه بلای سر السامیات بستگی به خودت داره. طبق معمول اگر هر یک از افراد دستگیر یا کشته بشن، دولت تو رو تکفیر میکنه. این پیام تا 5 ثانیه دیگه به صورت خودکار از بین میره. موفق باشی ایتان. اینجا باید بگیم موفق باشی ایتان. ایتان اونه یا منم؟ نه ایتان. این یه وری خندیدنش و این نگاهی اینجوریش اینا یه ذره میخوای لاتین نه ولی یه تهش یه قلدری رو داشته باش. اولش که اصلا ناقلاه. بعد میبینی تام کروز خیلی ناقلاتره. دیگه کوتاه میاد. سلام. فهمیدم. من عوضی گرفتی. من اهلش نیستم. بسیار خوب. نقشه چیه؟ این لازمم نمیشه. دودی نیستم. 30 سال پیش زنی به اسم ماری از اولین زنایی بود که به دوستمون اعتماد کرد. زنایی که چیزی دارن که اون میخواد. زنایی که حاضرن براش جون بدن. میشم غلام حلقه به گوشش. قصه آشناییه؟ چه جذبه‌ای داره. گابریل نماینده یک دوست علاقمند دیگه است. در واقع این ضیافت تدارک همون دوست علاقمندمونه. اون مأموریت برای از بین بردن توانایی رادارگریزی سباستوپول بود تا بتونیم مخفیانه ردشو بزنیم. قرار بود اون هوش مصنوعی به داخل سونار نفوذ کنه، به قلب سیستم دفاعیشون. به دلایلی که ما متوجه نشدیم هوش مصنوعی خودسرانه عمل کرد. بیش از حد خودسر. همگی گوش کنید. یک مأمور آمریکایی که از این کشور کینه به دل داره خودشو اینجا قایم کرده و خودسرانه عمل میکنه. هدف اون مقابل منافع ملی گرایانه ماست و نباید اجازه بدیم تحت هیچ شرایطی قصر در بره. هر چیزی که همراه این مرد اهمیت داره و باید بدون هیچ گونه آسیب به دست ما برگرده. خود این مرد کشتن بشه اهمیتی نداره. او را دست کم نگیرید. اون استاد خرابکاری، حیله‌گری، شیادی و فرار کردنه. خانم ها و آقایون، این مردو به چشم یک جادوگر آشوبگر فریبکار ببینید. پس برای امنیت خودتون و دور و بریاتون هم که شده دست از تلاش بر ندارید مگه اینکه سینه‌شو شکافته یا مغزشو روی زمین ریخته باشید. این مأموریت مانور نیست. کدوم خری میتونست شبیه من باشه؟ من کلید کجاست؟ اون کلید کجاست؟
اگه دلیل خوبی داشته باشه چی؟ کی؟ هانس. شاید برای رفتار خودسرانش دلیل داشته باشه. همیشه خودسرانه عمل میکنه، همراه یه دست از رفقای دیوونه تر و دغل‌بازتر از خودش. کارشون همینه. اگه همیشه دلیل خوبی داشته باشن چی؟ اگه اون کلیدو داشتی چی کار میکردی؟ کلیدی که با قدرتش دنیا رو تسلیم خودت کنی. چطور متحدانمون رو به دشمن تبدیل کنه و دشمنانمون رو به مشتی متجاوز. بهم گفت میدونه قراره بهش خیانت کنم. برای چی؟ همونجا منو نکشتی. بپیش براست برو رانندگی میکنی. برو گازشو بگیر، مستقیم برو مستقیم ادامه بده. خوب پیش میره. چه پلانی شخصی. هر چقدر شخصی بهت نزدیکتر بشه زنده نگه داشتنش سخت‌تر میشه. نمیتونیم از گذشته فرار کنیم. چه بخوای چه نخوای این مأموریت برات گرون تموم میشه به بهای جونت. نمیشه اونا شناخت. مرگو به چشم هدیه میبینه، هدیه‌ای که میخواد تقدیم دیگران کنه. آسان دوست انسان آشنا، چون نمیدونی من نماینده چه قدرتی هستم. میتونم همه چیز باشم و همه چیز رو بدونم. وقتش سمت تو مشخص کنی. تقدیر اون نوشته شده، باید تقدیر تو هم بنویسن. اگه اتفاقی برای هر کدومشون بیفته جایی رو زمین نیست که تو با اون خدای پوشالید از دست من در امان باشی. ایتان، هدف نهایی چیه؟ تو را میبینه ایتان، اون ترسیده. جون تو همیشه بیشتر از جون خودم ارزش داره. از زندگی هیچ کدوممون نباید مهمتر از این مأموریت باشه. نمیتونم قبول کنم. تام کروز. مأموریت غیر ممکن، روز شمار مرگ، بخش اول، با دوبله کوالیما از نماوا. خانم حضرتی خسته نباشین. مرسی. چی دوبله میکنی؟ یه فیلم خیلی خفن. اسمش هم حالا بگیم. بگم؟ باش. اوپنهایمر.